خب با سلام و درود خدمت دانش آموزان گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من نیما امیرصادقی هستم، دبیر آموزش و پرورش. در این ویدیو که جلسه دوم تدریس کتاب ریاضی پایه نهم هست، درس دوم از فصل 1 کتاب رو با هم دیگه یاد میگیریم. عنوان این درس مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها. در جلسه قبل با مجموعه ها تا حدودی آشنا شدیم. در قسمت اول این درس در مورد مجموعه های برابر صحبت میکنیم. خب فعالیت 1 صفحه 6 میگه جدول عددهای صحیح روبرو را طوری کامل کنید که مجموع عددهای روی هر سطر، هر ستون و هر قطر آن برابر 12 شود. سپس مجموعه عددهای سطر دوم جدول را بنویسید و آن را A بنامید. ابتدا باید جاهای خالی این جدول رو پر کنید با عددهایی رو بذارید. مثلا اینجا یه عددی بذارین که وقتی با 10 و 12 جمع میشه حاصل بشه 12. یا مثلا این وسط یه عددی بذارین که وقتی این عدد با 10 و منفی 2 جمع میشه بشه 12. یعنی جمع سه تا عدد به صورت سطری، یعنی این ستای بالا، این ستای وسط، این ستای پایین بشه 12. به صورت عمودی هم همین، به صورت قطری هم به همین صورت. خب من اینو میسپارم به شما، یعنی قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید این سوال خودتون حل کنید و بعد ادامه ویدیو رو ببینید. خب جواب درست به این صورت میشه که نوشتم. در ادامه میگه مجموعه عددهای سطر دوم جدول. این سه تا سطر دوم جدول هستن. میگه این سه تا رو به صورت یک مجموعه بنویسین و اسم مجموعه رو A بذارین. خب می‌نویسم مجموعه A مساوی آکولات باز. این سه تا عضو رو می‌نویسم. در ادامه میگه اکنون مجموعه B را چنان بنویسید که شامل 3 عدد زوج متوالی، یعنی پشت سر هم، و میانگین عضوهای آن با 4 برابر باشد. یعنی 3 تا عدد زوج که پشت سر هم باشن و میانگین عضوهاش برابر باشه با 4. این رو هم بنویسید و بعد ادامه ویدیو رو نگاه کنید. خب مجموعه B رو نوشتیم، عضوهاش رو نوشتیم. حالا میپرسه آیا هر عضو A در مجموعه B است؟ الان عضوهای مجموعه A رو اگه نگاه کنید همشون توی B هم هستن. در ادامه آیا هر عضو B در مجموعه A هست؟ عضوهای مجموعه B رو نگاه کنید همشون تو مجموعه A هستن. پس همه عضوهای A توی مجموعه B هستن، همه عضوهای مجموعه B توی مجموعه A هستن. میگه همونطور که ملاحظه کردید عضوهای دو مجموعه A و B یکسانند و هر عضو A عضوی از B و هر عضو B عضوی از A است. خب اینو گفتیم. در این صورت دو مجموعه A و B برابرند و می نویسیم A مساوی B. فعالیت 2 میگه مجموعه A، حالا این یه A دیگه است، ربطی به فعالیت قبلی نداره. مجموعه A شامل 3 عدد طبیعی متوالی است. 3 تا عدد طبیعی پشت سر هم، به طوری که حاصل جمع آنها برابر 27 است. ابتدا A را با عضوهای آن بنویسید. این رو هم بهش فکر کنید بعد ادامه رو ببینید. در ادامه میگه سپس مجموعه هایی را مشخص کنید که در زیر معرفی شده و با A برابر است. اینجا 3 تا مجموعه معرفی شده در قسمت الف، ب و ج. میگه اون مجموعه هایی که با A برابر هستن رو مشخص کنید. خب اول ما باید این 3 تا مجموعه رو با عضوهاش بنویسیم تا بعد بتونیم تشخیص بدیم دیگه. خب این کارم انجام بدین. خب در بین این 3 تا مجموعه کاملا واضحه که مجموعه B و جیم که البته واسش اسمی انتخاب نکردیم، میتونیم واسش اسم هم بذاریم، ولی این 2 تا مجموعه با مجموعه A برابرند، ولی مجموعه‌ای که در قسمت الف معرفی شده عضوهاش با مجموعه A کاملا یکسان نیست. میگه همونطور که دیدید مجموعه‌ای که عضوش 8 و 9 و 10 بود یعنی هم مجموعه A با مجموعه‌ای که عضوش 7 و 8 و 9 بود یعنی این مجموعه
برابر نیست، زیرا همه عضوهایشان یکسان نیست، با هم فرق داره. عضوهای یکسان دارن ولی همشون با هم یکسان نیستن. اگر عضوی در A باشد که در B نباشد، یا عضوی در B باشد که عضو A نباشد، یعنی یکی از این دو تا اتفاق بیفته، در این صورت مجموعه A با B برابر نیست و می‌نویسیم به این صورت. برابر نبودن رو این شکلی می‌نویسیم A مساوی نیست با B، یعنی این دو تا مجموعه با هم برابر نیستن. خب میایم سراغ کار در کلاس. میگه جاهای خالی را در مجموعه‌های زیر طوری پر کنید که مجموعه‌ها برابر باشد. اینجا دو تا مجموعه نوشته و علامت مساوی بینشون گذاشته، ولی شما باید کاری کنید که مساوی بشه. خب قبل از اینکه این سوال رو حل کنم اجازه بدید یک مثال ساده ترش رو حل کنم، بعد میریم سراغ این سوال. اگه اون دوتا مجموعه‌ای که می‌خواستیم برابرشون کنیم این دوتا بودن، چجوری حلش می‌کردیم؟ اول میگفتیم که کدوم عضوهاشون برابر هستن. خب معلومه که این 2/5 و این 2/5 مشترک. حالا این 5 داره، این 4. مجموعه سمت راست 5 نداره، پس تو جای خالیش می‌نویسیم 5. مجموعه سمت چپ 4 نداره، پس تو جای خالیش می‌نویسیم 4. الان عضوهای این دو تا مجموعه با هم یکسان شدن، پس این دو تا مجموعه با هم برابر شدن. حالا میایم سراغ مثال خودمون. خب اون عضوهایی که ظاهرا با هم برابر هستن رو مشخص میکنیم. خب یکیش این طرف 2/5 داریم، این طرف هم 2/5. باز عضوی در ظاهر برابر نیست، یعنی سمت راست انگار 3 تا عضو داره که سمت چپی نداره، مجموعه سمت چپ هم 3 تا عضو داره که انگار مجموعه سمت راستی نداره. خب ما یه جای خالی داریم، مثلا از این 3 تا کدومش رو بنویسم؟ هر کدوم بنویسم باز 2 تا اضافه میاد. پس اینجا معلومه که یه کاسه زیر نیم کاسه است، یعنی اگه قرار این سوال جواب داشته باشه باید یه حالتی باشه که فرق این دوتا فقط سر یه عضو باشه، بقیه عضوهاشون باید یکسان باشن. خب شما اول باید خودتون این فکر کنید. من بارها این مسئله رو تاکید میکنم به خاطر اینکه اون چیزی که شما با فکر خودتون بهش میرسین خیلی بهتر، خیلی ماندگارتره و خیلی لذت بخشتره تا اینکه کسی دیگه به شما جواب رو بگه. ولی خب یه دونه‌شو من حل میکنم که بدون منظور چیه. الان مثلا این رادیکال 25 رو نگاه کنیم. خب ما میدونیم رادیکال 25 جوابش میشه 5. معنی رادیکال رو میدونین دیگه. رادیکال 25 یعنی یه عدد مثبتی پیدا کنه که ضرب در خودش بشه 25 که اون عدد 5. پس رادیکال 25 همون 5. این طرف هم 5 داریم، پس میتونیم بگیم این رادیکال 25 با این 5 برابره. واسه عضوهای دیگه ببینید میتونید کار کنید برابر بشن. بعدش برید ادامه ویدیو و جواب‌ها رو ببینید. خب میریم سراغ ادامه حل. این 9/3 9 تقسیم بر 3، خب جوابش چی میشه؟ میشه 3. پس این 3 با این 3 برابر شد. میمونه این شکل پیچیده. خب خط کسری بالا منفیه رادیکال 144 باید به دستش بیارین که میشه 12. مخرج چیه؟ -2 به توان 2، یعنی -2 ضرب در -2. -2 ضرب در -2. منفی در منفی مثبت 2 تا 4 تا. پس مخرج ما 4. حالا -12 تقسیم بر 4 میشه چی؟ -3. پس این عبارت این عضو مساوی چیه؟ -3. الان به این دو تا مجموعه اگه نگاه کنیم 5 و 3 و 2/5 توی هر دوتا هست. خب اینجا هم داریم 5 و این هم که معادل 3 و 2/5. سمت چپ یه 4 داریم و سمت راست یه -3 داریم، یا این عبارت ساده شدهش میشه -3 که اگه من اینجا 4 رو قرار بدم نبود 4 تو این طرف جبران میشه، این طرف هم باید چی بذارم؟ باید بذارم -3 که این دوتا مجموعه با هم برابر بشن. خب میایم صفحه بعد و کار در کلاس 1 قسمت B. یه نکته رو بگم، من به خاطر اینکه طول ویدیو زیاد نشه بعضی یک سوال رو حل میکنم بلافاصله
ردش میکنم و میام سراغ سوال بعدی. ولی شما یه مقدار مکس کنید، یعنی سوالی که حل کردین دوباره بهش نگاه کنید، مسیر حلتون رو چک کنید تا در ذهن شما ثبت بشه. این مثال کاملا مشابه مثال قبلی هست، روش کار رو یاد گرفتین و اینو میسپارم به خودتون که حلش کنید. کار در کلاس 2 هم از شما خواسته که 2 تا مجموعه مثل مجموعه بالا خودتون طرح کنید. این هم به عهده خودتون. میایم سراغ قسمت بعدی درس که بحث زیر مجموعه هست. فعالیت میگه مجموعه عددهای جدول فعالیت قبل را دی بنامید. خب می نویسیم مجموعه دی مساوی است با عضوهاشو داخلش می نویسیم. در ادامه میگه عضوهای مجموعه دی را، یعنی اینها رو، در نمودار ون روبرو بنویسید، یعنی داخل این دایره. در ادامه میگه در نمودار بالا عضوهایی را که بر 3 بخش پذیر است، یعنی بین اینا عضوهایی که بر 3 بخش پذیر است، با یک منحنی بسته مشخص کنید و بی بنامید. بین اینا عددهایی که بر 3 بخش پذیرن، خب معلومه که این 3 تا عدد هستن. اینا رو توی منحنی بسته قرار میدم و اسمشو میذارم بی. مجموعه بی را بنویسید. خب مینویسیم. میپرسه آیا هر عضو بی عضوی از دی نیز هست؟ اینجا میبینید که عضوهایی که داخل بی هستن 6 و 12 و 18 همشون توی دی هم هستن. میتونیم پیداشون کنیم. و در این شکل، یعنی در این نمودار ون، که به سادگی میشه دید مجموعه بی کاملا اصطلاحاً توی شکم مجموعه دی هست. یعنی هر چی که توی بی هست کاملا واضحه که توی دی هم هست دیگه. خب اگه همچین حالتی بین مجموعه ها وجود داشته باشه که در اینجا یه مثالی از اون رو گفتیم، می نویسیم بی مجموعه بی زیر مجموعه دی است. چرا؟ چون عضوهای مجموعه بی همگی در دی است. عضوهای مجموعه بی همگی در دی است. این مفهوم زیر مجموعه بود. میگه در مجموعه دی عددهای زوج را مشخص کنید و آن را سی بنامید. یعنی بین این عددهای زوج رو مشخص کنید. اسم مجموعه رو بذاریم سی، عضوهاش هم بنویسیم طبیعتا. خب همشون زوجه دیگه. طور نیست؟ همه عددهایی که عضو مجموعه دی هست زوجه. پس مجموعه سی به این صورت میشه. و عضوهاش هم میشه همه عضوهایی که تو مجموعه دی هست. در ادامه میپرسه آیا دی مساوی سیه؟ یعنی مجموعه دی و سی آیا با هم مساوی هن؟ برابرن؟ چون عضوهاشون کاملا با هم یکسانه، پس بله برابرن. آیا مجموعه سی زیر مجموعه دی است؟ زیر مجموعه بودن چه زمانی اتفاق میافتاد؟ مثلا اینجا بی زیر مجموعه دی بود. چرا؟ چون همه عضوهای بی توی دی هم بود. ولی آیا میتونیم بگیم سی زیر مجموعه دیه؟ همه عضوهای سی توی مجموعه دی هست. توی شکل هم، توی نمودار ون هم واضحه. پس این عبارت هم درسته. این هم درست بود، این هم درست بود. میبینید که دو تا مجموعه که با هم برابر بودن، یکیش زیر مجموعه یکی شد. حتی ما میتونم بگم دی هم زیر مجموعه سی دیگه، فرقی نداره که. در واقع این دو تا مجموعه یه مجموعه هستن. اسمشون فرق داره. یعنی حتی من میتونستم اینجوری بگم دی زیر مجموعه دیه، چون هر عضو دی توی دی هم هست. به خورده مسخره به نظر میرسه ولی درسته دیگه. یعنی هر مجموعه زیر مجموعه خودش هم هست. با تعریف زیر مجموعه بودن جور در میاد. به این خاطر حالا تو کاد زرد میگه با توجه به تعریف زیر مجموعه واضح است که هر مجموعه زیر مجموعه خودش هست. یعنی اگر آ مجموعه دلخواه باشد داریم آ زیر مجموعه آ یا A زیر مجموعه A. میگه آیا عبارت که الان اینجا مینویسم، آیا این عبارت درسته؟ آیا این مجموعه زیر مجموعه دی هست؟ یعنی آیا همه عضوهای این مجموعه
تو مجموعه دی هست. خب با کمی دقت میشه دید که عضوی مثل منفی 6 توی مجموعه دی نیست. بنابراین این مجموعه زیر مجموعه دی نیست. حالا مثلا واسه این مجموعه اسم انتخاب کنم، مثلا بذارم مجموعه ای میشه زیر مجموعه دی نیست. این علامت یعنی که زیر مجموعه نیست. یعنی اگه دو تا مجموعه داشته باشیم مثل ای و دی یا هر اسم دیگه ای، اسم مهم نیست، یه عضوی حداقل یه عضوی توی این باشه، توی این ای باشه که توی دی نباشه، در اون صورت میگیم مجموعه دی زیر مجموعه دی نیست. در واقع تعریف اصلی اینی که الان گفتم، زیر مجموعه نبودن اصل اینه. یعنی چی؟ یعنی اگه غیر از این باشه میتونیم بگیم زیر مجموعه است. یعنی اینجوری که گفتم نباشه پس زیر مجموعه است دیگه. یعنی اینجا یه عضوی داشت، ای یه عضوی داشت که توی دی نبود، بنابراین گفتیم زیر مجموعه نیست. اگه همچین حالتی پیش نیاد، همچین عضوی وجود نداشته باشه، همچین خاصیتی داشته باشه، اون وقت میگفتیم ای زیر مجموعه دی هست. مثال قبلی. میگه اکنون زیر مجموعه‌ای از دی را مشخص کنید که عضوهای آن عدد فرد باشد، عددهای فرد باشد. یه مجموعه رو بنویسیم که زیر مجموعه دی باشه، یعنی به هر حال عضوهاش داخل دی باید باشه، ولی کدوم‌ها اونایی که عدد فرده. خب اونجا عدد فردی نمی‌بینیم، پس اینو می‌بندیم. نام دیگر این مجموعه چیست؟ واضحه، مجموعه تهی. یعنی میتونیم اینو اینجوری یا اینجوری هم نشون بدیم. مجموعه تهیه. آیا میتونم بگم مجموعه تهی زیر مجموعه دی نیست؟ چه زمانی زیر مجموعه نیست؟ زمانی که تو این مجموعه یه عضوی باشه که توی دی نباشه. این بدبخت اصلا عضوی داره که بخواد نباشه توی دی، پس همچین اتفاقی واسه این نمیفته. پس همچین حرفی واسه این درست نیست. پس این حرف درست نیست. مجموعه تهی باید اینجوری بنویسیم. مجموعه تهی زیر مجموعه دی هست. مجموعه تهی زیر مجموعه همه مجموعه هاست. زیر مجموعه هر مجموعه. هر مجموعه رو شما بگین تهی زیر مجموعه‌شه. خب تا اینجا نکته‌های زیادی رو گفتیم. اینکه فقط اینا رو گوش کنید و رد بشین کافی نیست. باید مثال‌ها و تمرین‌های کتاب رو حل کنید. جلوتر به شما میگیم. گاهی وقتا ممکنه حین حل سوال لازم باشه دوباره بیاین ویدیو رو ببینید. این کار حتما انجام بدین. چون موقع حل تمرین هستش که شما یاد میگیرین. خب در صفحه 8 بالا مثال میگه دلیل درستی رابطه‌های زیر مشخص شده است. 3 تا مثال زده. این بحث زیر مجموعه بودن رو یه مروری کرده. حتما اینا رو خوب بخونید و بهش فکر کنید. و این دلایلی که آورده رو خودتون دوباره بی‌طرفانه قضاوت کنید راجبش. این به شما کمک میکنه که مطالبی گفته شده رو بهتر بفهمید. میریم سراغ کار در کلاس. کار در کلاس یک میگه با توجه به نمودار مقابل دلیل درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. یعنی این 6 تا عبارتی گفته کدومش درسته، کدومش نادرسته، دلیلش چیه؟ یه دونه حل میکنم، بقیه رو میسپارم به شما. همین اولی نوشته A زیر مجموعه C نیست. اینو دارم حل میکنم. خب مجموعه A این دایره سبز رنگه، نمودار ونش، و مجموعه C اون دایره‌ای که قهوه‌ای رنگه مثلا. خب ببینید مجموعه A داخل مجموعه C هست. پس میتونم بگم چیزی که خیلی واضحه اینه که A زیر مجموعه C هست. این حرف درسته. این حرف درسته. پس این که گفته نیست اشتباه کرده، گفته نیست. بقیه هم به همین صورت حل کنید. کار در کلاس 2 میگه مجموعه های A و B و C را در نظر بگیرید. این 3 تا مجموعه رو با عضوهاش نوشته. برعکس قسمت قبلی که با نمودار ون کار کرد، اینجا عضوها رو نوشته. سپس درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید با ذکر دلیل. دلیل مهم. اینجا هم یکی دو تا حل می‌کنم، بقیه رو می‌سپارم به شما. سمت چپ اولی این عبارت.
اینجا گفته که B زیر مجموعه A نیست. خب این آیا حرف درسته؟ خب اگه نگاه کنید تو مجموعه B خب 1 و 3 که توی A هست ولی عضو 5 توی A نیست. پس حرف این درسته دیگه. پس زیر مجموعه نیست. عبارت بعدی گفته 3 زیر مجموعه B. ممکنه ببینید خب این که مجموعه B 3 هم که توی B هست پس این درسته دیگه. اشتباهش کجاست؟ اشتباه اینه که این عبارت زیر مجموعه بودن راجع به مجموعه ها داره صحبت میکنه، در حالی که این 3 مجموعه نیست، یه عضوه. درستش اینجوری بود بگیم اگه میگفت 3 عضو بیه، 3 عضو مجموعه بیه درست بود، این حرف درست. ولی همچین چیز اصلا معنی نداره، همچین عبارتی معنی نداره، درست نیست، چون این عدد اصلا مجموعه نیست. ولی اگه اینجوری بخوایم درستش کنیم، اگه اینجوری می نوشت درست میشد. مجموعه‌ای که عضوش 3 زیر مجموعه بیه. حالا درست شد. این یه عضو داره که 3 توی بی هم قرار داره، پس این مجموعه زیر مجموعه بی هستش. بقیه سوالا هم حل کنید. جالب اگه به این نکات دقت کنید میتونید این سوالا رو به راحتی حل کنید. میریم سوال کار در کلاس 3. کار در کلاس 3 میگه همه زیر مجموعه های مجموعه A در زیر نوشته شده است. مجموعه A 3 تا عضو داره. همونطور که میبینید. همه مجموعه هایی که زیر مجموعه A بودن رو نوشت. چجوری نوشت؟ من اینو توضیح میدم براتون. ما میخوام همه مجموعه هایی که زیر مجموعه این هستن رو بنویسیم. شاید اگه من نمودار ون رو بکشم واضح‌تر دیده بشه. عضوهاش رو داخل نمودار ون می‌نویسیم. خب من زیر مجموعه های A رو میخوام بنویسم. خب اولین زیر مجموعه خب توهیه که زیر مجموعه همه مجموعه هاست. حالا میریم سراغ سایر زیر مجموعه. فرض کن یه مجموعه باشه داخل A که فقط عضوش این A کوچیک باشه. یعنی همچین مجموعه‌ای. الان این مجموعه زیر مجموعه A چون عضوهاش همه داخل A هست. همین کارو برای B و C میتونم انجام بدم، یعنی همچین مجموعه‌ای. اینا رو با ویرگول جدا میکنم. تا حالا 4 تا زیر مجموعه نوشتم. حالا همینجا به جای اینکه یه عضو داشته باشه این مجموعه ما فرض کنید 2 تا عضو داشته باشه. الان این مجموعه زیر مجموعه A یعنی همچین مجموعه‌ای. چرا؟ چون 2 تا عضو داره، هر 2 تا عضو توی A هم هستن. خب اگه بخوام 2 تایی بنویسم به جای A و B میتونم بنویسم A و C. یا حالت دیگه چیه؟ B و C. پس مجموعه 2 عضوی هم نوشتیم. و یه حالت که هر سه تای اینا یعنی همچین مجموعه. این مجموعه هم زیر مجموعه A. این در واقع اسم دیگه‌اش چیه؟ این مجموعه خود A دیگه. پس همونطور که می‌بینید 8 تا زیر مجموعه داره. یعنی یک مجموعه 3 عضوی 8 تا زیر مجموعه دارد. خب در ادامه از شما خواسته که زیر مجموعه های این 2 تا مجموعه رو بنویسید. قسمت B یه مجموعه 4 عضویه A و B و C و D عضوهاش هستن که باید همه زیر مجموعه هاشو بنویسین. این مقدار بیشتر از اینه، بیشتر از 8 تاست. اینجا هم اول این مجموعه رو با عضوهاش بنویسین، بعد زیر مجموعه هاشو بنویسین. اینجا یک ارتباطی بین تعداد عضو و تعداد زیر مجموعه ها وجود داره. مثلا 3 عضوی 8 تا داره. حالا بقیه رو شما حل میکنید و میبینید. ببینم میتونید این ارتباط رو کشف کنید. چه ارتباطی بین تعداد عضو و تعداد زیر مجموعه ها هست. خب اینم به عهده خودتون، اگه تونستین به جواب برسین خوشحال میشم که در قسمت کامنت ها جواباتون رو ببینم. خب این بخش از درسمون رو با مجموعه عددهای طبیعی شروع میکنیم. با عددهای طبیعی از سالهای قبل آشنا هستیم. عددهایی مثل 1 2 3 4 5 و الی آخر. البته میدونیم که این آخر نداره. به اینا میگن عددهای طبیعی.
عددهایی هستن که برای شمارش استفاده میشن. یعنی وقتی میخوایم چیزی رو بشماریم از این عددها استفاده میکنیم دیگه. اگه من این عددها رو که بیشمار عدده و این 3 نقطه نشون دهنده این بیشمار بودنه، اگه اینا رو داخل دو تا آکولات قرار بدم، این میشه مجموعه. بهش میگن مجموعه عددهای طبیعی. میتونیم برای این مجموعه اسم انتخاب کنیم. اسمی که برای مجموعه عددهای طبیعی گذاشتن حرف N بزرگ انگلیسی. در کنارش یک خط هم داره. اگه به این عددها 0 رو اضافه کنیم، یعنی به این صورت، و اینو تبدیلش کنیم به مجموعه، به این مجموعه میگن مجموعه عددهای حسابی. مجموعه عددهای حسابی نسبت به مجموعه عددهای طبیعی یه 0 اضافه داره، یه عضو 0 اضافه داره، بقیه‌اش مشترک. مثلا عدد 2 هم طبیعیه هم حسابی. اسمی که برای مجموعه عددهای حسابی گذاشتن حرف W انگلیسی بزرگ. حالا اگه به این عددهای حسابی عددهای منفی رو اضافه کنیم و تبدیلش کنیم به یه مجموعه، میشه چی؟ مجموعه عددهای صحیح. اسمی که براش گذاشتن زد بزرگ، ولی یه خط هم کنارش هست. حالا اگه بخوایم مفهوم زیر مجموعه بودن رو برای این مجموعه ها که نوشتیم بنویسیم، چه ارتباطی بینشون وجود داره؟ مثلا بین مجموعه عددهای طبیعی و مجموعه عدد حسابی از لحاظ زیر مجموعه بودن، یکیش زیر مجموعه اون یکیه. کدومه؟ بله، مجموعه عددهای طبیعی زیر مجموعه عددهای حسابیه، چون هر چی توی مجموعه عددهای طبیعی هست توی مجموعه عدد حسابی هست. ولی برعکس این حرف درست نیست. بنابراین اگه من بخوام اینو توی شکل نشون بدم، یعنی چی؟ نمودار ون. مثلا اگه این نمودار ون عددهای حسابی باشه، مجموعه عددهای حسابی، اون وقت نمودار ون n یعنی مجموعه عددهای طبیعی کجا میشه؟ چون زیر مجموعهش هست داخلش میشه، تو شکمش میشه. پس من میتونم یه شکلی، حالا هر شکلی دلخواهی بکشم و براش اسم بذارم که اسمش هست n. پس نمودار ونش هم من تونستم رسم کنم. حالا اگه z مجموعه عددهای صحیح رو تو این بازی بخوایم بیاریم، نمودار ونش کجا قرار میگیره؟ به عضوهاشون دقت کنید. همه عددهایی که تو مجموعه های عدد طبیعی و حسابی هستن توی مجموعه عدد صحیح هستن. مجموعه عدد صحیح عضوهای دیگه‌ای هم داره علاوه بر اون، ولی این دوتا داخل اینن. پس z بزرگتر باید رسم بشه، مثلا به این شکل. اگه بخوام بنویسم w زیر مجموعه z، این دوتا رو بخوام توی یه عبارت نشون بدم، میشه n زیر مجموعه w هم زیر مجموعه z. خب طبیعتاً خود n هم زیر مجموعه z میشه دیگه. خب قبل از ادامه درس یه نکته رو یادآوری کنم و اون اینه که مطالبی که توی ویدیو گفته میشه رو بنویسید به صورت یک جزوه، فقط شنونده نباشید. سعی کنید به طور مرتب در یک جزوه مطالب رو بنویسید که بتونید بعداً به خوبی اونو بخونید و مرور کنید. خب ما تا اینجا مجموعه ها رو به دو صورت یاد گرفتیم که نمایش بدیم. یکیش با عضوها بود، یعنی همون که آکولات باز می‌کردیم، عضوها رو می‌نوشتیم و آکولات می‌بستیم. این یه روش. یه روش نمودار ون بود، یعنی یه منحنی بسته رسم می‌کردیم، اسم مثلا اون مجموعه رو روش می‌نوشتیم و عضوهاش رو داخل این منحنی بسته یا خط شکسته بسته
مینوشتیم. تو این قسمت درس قصد داریم روش سومی رو با هم دیگه یاد بگیریم، یعنی نمایش مجموعه ها با استفاده از نمادهای ریاضی. خب قبلش من مجموعه عددهای طبیعی رو با عضوهاش می‌نویسم. حالا اینکه چرا نوشتم، به چه دردی میخوره، در ادامه میبینید. مجموعه رو می‌نویسم، مثلا اسمش رو میذارم ای، حالا اسمش خیلی هم مهم نیست. عضوهاش اینه: 2 4 6 8 و الی آخر. خب اگه بخوام این مجموعه رو توصیف کنم باید چی بگم؟ میشه مجموعه عددهای زوج طبیعی، یعنی منفی و صفر نیست. حالا یه سوال، عضوهای این مجموعه رو من میتونم یه جوری از عضوهای مجموعه عددهای طبیعی به وجود بیارم؟ یه ارتباطی بین عضوهای این مجموعه و عضوهای این مجموعه وجود داره. ببینید مثلا بین 1 و 2، بین 2 و 4، بین 3 و 6، 4 و 8. در واقع این عضوها ضرب در 2 میشن و این عضوها به وجود میان. یا به عبارت دیگه عضوهای این مجموعه خاصیت مشترک دارن، همشون مضرب 2 هستن. یعنی مثلا من میخوام اینجوری بنویسم مجموعه ای رو، بنویسم عددهایی که مضرب طبیعی 2 هستند با کلات بسته. یعنی اینجوری اومدم اینو توصیف کردم. ولی ما تلاش میکنیم این توصیف رو با نمادهای ریاضی، همونطور که از اسمش معلومه، انجام بدیم. خب من میام اینو اصلا توضیح میدم. خب شاید کسی ندونه که یعنی چی این حرف. میام بازش میکنم، توضیحش میدم. توضیحش میتونه همچین چیزی باشه: عددها رو از مجموعه عددهای طبیعی میگیریم و ضرب در 2 میکنیم، عضوهای ما به وجود میاد. یه خورده بهترش کردیم، ولی هنوز به شکل نماد ریاضی ننوشتیم. حالا چجوری به شکل نماد ریاضی می‌نویسیم؟ خب من سعی می‌کنم به شکل تمثیل اینو بیان کنم. فرض کنید اینجا یه کارخونه‌ای هست. این مثلا یک وسیله نقلیه است. میره اونجا ماده اولیه یا مواد خامش رو بار میزنه و میاره به این کارخونه. مثلا اینجا از 1 شروع می‌کنه. عدد 1 رو بار میزنه میاره توی کارخونه. کارخونه چیکار میکنه؟ روش فراوری انجام میده. تو این سال ضرب در 2 میکنه، یعنی این کای ما که اینجا 1 رو ضرب در 2 میکنه. اون وقت اینجا عدد ما که تولید میشه 2، یعنی این 1 2 تولید میکنه. عدد بعدی حالا 2 رو سوار میکنه، میاره تو کارخونه، 2 ضرب در 2 میشه، پس عددی که تولید میشه 4. 3 رو اگه بیاره 3 ضرب در 2 بشه میشه 6. 4 رو بیاره 4 ضرب در 2 بشه میشه 8 و همینطور بقیه عددهای زوج یا مضرب‌های 2 به وجود میاد. حالا همین فرایند رو من به یک زبان دیگری که زبان نمادهای ریاضی است نشون میدم به این صورت. مجموعه ای مساوی است با عددهایی به شکل 2k که معنیش اینه که 2 ضرب در k. این خط یعنی به طوری که k عضو مجموعه عددهای طبیعی باشد. یعنی این قسمت همون مواد خام ما هست که وارد این کارخونه میشه و اون عددها رو به وجود میاره. یه مقدار شاید هنوز برای شما قابل لمس نباشه که چرا اینجوری شده، ولی با حل چند تا مثال شاید بهتر بتونیم اینو درک کنیم. در این مثال ما یه مجموعه رو داریم که با نمادهای ریاضی نمایشش دادیم. میخوام که اینو با عضوهاش نمایش بدیم. خب اول میریم سراغ قسمت مواد خامش، درسته؟ این اون خودروی ما بود در اون مثال. این باید از کجا موادش رو تهیه کنه؟ از عددهای طبیعی، مجموعه عددهای طبیعی، یعنی عددهای 1 2 3 4 و الی آخر، هرچند آخری وجود نداره.
خب اول یکو میگیره میبره به کارخونه. کارخونه چه عددی بهش پس میده؟ محصولی که تولید میکنه چیه؟ تو این عبارت به جای که یک بذاریم. 1 ضرب در 2 میشه 2، 2 منهای 1 میشه 1، یعنی 1 باز همون 1 رو به ما داد. میریم سراغ عدد بعدی. عدد 2 رو میبره. به جای که 2 بذاریم. 2 ضرب در 2 میشه 4 منهای 1 میشه 3. حالا 3 رو ببریم. 2 ضرب در 3 میشه 6، 6 منهای 1 میشه 5. بعد میریم سراغ 4. 2 ضرب در 4 8، 8 منهای 1 7. همینطور ادامه داره. خب این مجموعه چیه؟ بخوام توصیفش کنم. عددهای فرد طبیعی. خب اگه این شکل از نوشتن رو بخوایم بخونیم چجوری میخونیم؟ میگیم مجموعه عددهای به شکل 2k منهای 1 به طوری که k عضو مجموعه عددهای طبیعی باشد. خب اینجا مواد خام ما میگه k عضو مجموعه عددهای طبیعی باشد، یعنی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و اینا رو میبریم تو این فرمول و به ما عددهای مورد نظرمون رو میده. خب 1 بره تو این فرمول، یعنی به جای k 1 بذاریم 1 3 تا میشه 3 تا. حالا 2 رو ببریم 2 3 تا 6 تا. بعد 3 3 تا 9 تا. 4 رو ببریم 12، بعدی 15، بعدی 18 و ادامه. این میشه مضرب‌های طبیعی 3. یا توی کتاب گفته زیر مجموعه ای از n که عضوهای آن همگی بر 3 بخش‌پذیر باشند. میشه به شکل مختلف گفت. این مجموعه رو با عضوهاش بنویسین. بعدش جوابتون رو با جواب کتاب مقایسه کنید. تو صفحه 9 مثال وسط صفحه اون جدول سبز رنگ. گاهی وقتا این شکلیه. خب اینو بخونیم اول. مجموعه عددهایی به شکل x به طوری که x عضو مجموعه عددهای طبیعی باشد و x بین 6 و 11 هم باشد. اول اینکه بگم حتما لازم نیست k باشه، میتونه حروف دیگه هم استفاده کنیم که اینجا x استفاده کردیم. بعد به این قسمت، یعنی بعد از به طوری که اول باید نگاه کنیم دیگه. اینجا اگه دقت کنید 2 تا شرط گذاشته. اول گفته عددهای طبیعی باشه، یعنی خب عدد طبیعی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و ادامه. ولی با این چیزی که اینجا نوشته گفته چی؟ این عددهای طبیعی که گفتیم اونایی فقط مورد قبولی که بین 6 و 11 باشه. یعنی میشه 7 و 8 و 9 و 10. بقیه قبول نیست. فقط همین 4 تا. یعنی فقط همین 4 تا رو باید ببری کارخونه. اگه 7 رو ببرم کارخونه اینجا هیچ اتفاقی واسش نمیفته. نه ضرب در عددی میشه نه منهای میشه. یعنی x 7 اینجا هم خودش رو برمیگردونه میشه 7. 8 هم ببری همین. پس جواب میشه اینو اینجوری هم نشون میدن. یعنی اینو خلاصش میکنن. الان بین 6 و 11 خب عددهای زیادی وجود داره. ولی اینکه اون عددها باید طبیعی باشه رو اینجا آورده. اینم یه نوع نوشتنه. این یه مقدار اصولی تره ولی خب اینجوری هم نوشته میشه. و یه نکته دیگه، همینو من میتونم یه جور دیگه بنویسم. الان تو اینجا تو این نامساوی علامت مساوی هم گذاشته. ببین بین 7 و 10 8 و 9 رو که داریم. ولی چون اینجا یه مساوی گذاشته خود 7 هم حساب میشه، اینجا هم چون مساوی گذاشته 10 هم حساب میشه. بازم به همین 4 تا عدد رسیدیم. مثل بالایی. شکل نوشتنش یه مقدار فرق داشت ولی جوابی که بهش میرسیم همین جوابه. پس به این نکات هم دقت کنید. و یه نکته دیگه هم بگم اینه که حتما لازم نیست اینجا n باشه. ممکنه یه وقتی بنویسه w، بنویسه z. یعنی اون مجموعه مرجعی که ازش استفاده میکنه ممکنه مجموعه دیگه باشه. لزوما همیشه n نیست. بس این نکته هم مد نظر قرار بده. و یه نکته پایانی
که درس به پایان میرسه. در ابتدای درس این بخش وقتی مجموعه های عددها رو می نوشتیم یه مجموعه رو اگه یادتون باشه بهش اشاره نکردیم و اون مجموعه عددهای گویا بود که در سالهای قبل باش آشنا شدیم. هر عددی که بشه به صورت کسری یعنی نسبت دو تا عدد صحیح نوشت بهش میگن عدد گویا. یعنی حتی این عددهای صحیح هم گویان چون میتونم بهش مخرج 1 بدم و علاوه بر اینها عددهایی داریم که صحیح نیستن ولی خب گویا هستن. اگه بخوام مجموع عددهای گویا رو با عضوهاش نشون بدم آیا میتونم این کار انجام بدم؟ یعنی همه عددهای گویا رو به حال با یه ترتیبی بنویسم. واسه عددهای طبیعی، حسابی و صحیح تونستیم. چطور تونستیم؟ مثلا وقتی من اومدم 0 رو اینجا واسه عددهای صحیح نوشتم میدونستم عدد بعدیش چیه یا عدد قبلیش چیه، اینا رو نوشتم. ولی اگه من یه عدد گویا بنویسم به طور دلخواه، مثلا اینجا یه عدد گویا رو بنویسم و بگم که خب عدد بعدیش هم اینه، آیا میتونم مدعی بشم بین این دوتا هیچ عدد گویای دیگه وجود نداره؟ شما محور عددها رو اگه دقت کنید این محور عددهای صحیحه، ولی من میتونم این فاصله ها رو به هر تعدادی که دلم میخواد تقسیم کنم و عددهای گویا به وجود بیارم. مثلا بیام از اینجا شروع کنم بگم این عدد گویاه، بعدیش هم اینه، یعنی مثلا اینو اینجا بنویسم اینو اینجا. اون وقت بینشون عدد نیست؟ فرض کن بینشون هم پیدا کردم و اومدم این وسط دوباره این عدد وسطیشو نوشتم. اون وقت بین عدد وسطی و عدد کناریش باز عدد نیست؟ یعنی منظورم اینه که شما هر چقدر هم بخواید به هم نزدیک بشین باز یه عدد دیگه اون وسط وجود داره. بنابراین من نمیتونم عددهای گویا رو با عضوهاش نشون بدم ولی با نمادهای ریاضی میتونم توصیفش کنم. چجوری؟ اول اینکه اسم مجموعه عدد گویا Q هست. خب توصیفش اینجوریه. عددهای گویا به چه شکلی هستن؟ عددهایی هستن به چه شکلی؟ به شکل کسری که صورت و مخرجشون عددهای صحیحه. یعنی مثلا صورتش A باشه مخرجش B. به طوری که یعنی عددهایی به شکل A بیام به طوری که A و B عضو Z باشن، یعنی مواد خامش عضو Z عددهای صحیح باشن و یه شرط مهم داره مخرج صفر نباشه و B مخالف صفر باشه. این میشه نمایش عددهای گویا با نمادهای ریاضی. و حالا اگه بخوام تو نمودار ون نشونش بدم کجا قرار میگیره؟ و بخوام این روابط رو واسش یعنی Q رو هم بیارم تو این ماجرا تو این عبارت کجا قرار میگیره؟ این باشه به عهده خودتون. این تمرین به عهده خودتون. البته همه اینا رو اگر بپرسین در کلاس بررسی میکنیم. و یک سوال دیگه هم به عهده شما باشه. بگین این مجموعه مساوی چه مجموعه‌ای هست؟ خب درس این جلسه ما به پایان رسید. تکلیف شما هم اینه که علاوه بر این مثال هایی که گفتم حل کنید تا پایان صفحه 10 کامل کنید. صفحه 10 تعداد تمرین داریم که باید اینا رو حل کنید علاوه بر مواردی که در طول تدریس گفتیم که انجامشون بدیم. ممنون که تا اینجا توجه کردین. اگه براتون مفید بود لایک کنید، برای دوستاتون بفرستین، عضو کانال بشین و اگر سوالی نظری پیشنهادی داشتین خوشحال میشم که نظراتتون رو در قسمت کامنت ها ببینم. خیلی ممنون که تا اینجا توجه کردین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. مراقب خودتون باشین تا جلسه آینده که در مورد بحث اجتماع و اشتراک و تفاضل مجموعه ها صحبت میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.